واقعا جایی بسی خوشحالی است که انسان در چنین جشن‌هایی حضور داشته باشه. جشن عفت و پاکدامنی، جشن طهارت، جشنی که ازش امید هست خانواده انسانی و اسلامی که ازش جامعه انسانی و اسلامی شکل میگیره بر مبنای طهارت، عفت، پاکدامنی و ارزش‌های والای انسانی و اسلامی شکل بگیره. این خانواده جا داره تبریک عرض بکنم و تهنیت به این مناسبت. واقعا عفت و پاکدامنی شایسته چنین جشنی هست، نه جشن‌های بی‌عفتی، نه جشن‌هایی که خلاف جشن عفت و پاکدامنی است. فلسفه ازدواج در اسلام اول به جا آوردن امر خدا و رسول خداست. اولین چیزی که در ازدواج هست این که بنده خدا، انسان مسلمان با این کار داره خداوند و بندگی میکنه، امر خدا و رسول خدا رو به جا میاره و این امر مایه خوشنودی رب العزت و الجلال هست. خداوند میگه من متعهد میشم بندی از بندگان من برای حفظ شرم و حیا و عفت و پاکدامنیش به ازدواج پناه بیاورد. بر خودم واجب میدونم که از فلان بنده من حمایت بکنم، حتی اگر فقیر باشد از فضل خودم اونو غنی بکنم. خداوند به 3 نفر تعهد داده و بر خودش واجب دونسته که از اونها حمایت بکنه، نصرتشون بکنه. یکیش جوانی است که از ترس وقوع در حرام و بی‌عفتی به ازدواج پناه بیاورد که در اون رضامندی و خوشنودی رب العزت و الجلال هست. من تبریک میگم به فرزندان عزیزمون که واقعا برای حفظ ایمنی خودشون و حفظ ارزش‌ها و عفت و پاکدامنیشون و برای ترس از خدا و تقواشون نسبت به خدا رب العزت و الجلال به ازدواج پناه آوردن. باید تبریک بگیم. متاسفانه تو این قسمت امروز جامعه اسلامی به انحراف کشیده شده. تا زمانی که میخوان دختر حرامی از یک خانواده‌ای برای فرزندشون حلال بکنن، شیخ و ملا و آخوند و عالم لازم هست، به تعبیر خدا هم لازم داریم که اونو بتونیم در اختیار خودمون بگیریم. نام خدا لازم هست، صلوات لازم هست، استغفار لازم هست، بسم الله لازم هست، چون میخواد دختری که براش حرام شرعاً و عرفاً برای خودش حلال بکنه. صرفاً نام خدا رو و اسم خدا رو به همین اندازه لازم داره. وقتی که صیغه عقد خونده شد به خدا میگه دیگه اینجا تو کاری نیستید، من میخوام جشن بگیرم. فلسفه ازدواج بعد از رضای خدا رسیدن به عفت و پاکدامنی است. وقتی انسان پاک شد رشد میکنه. تو وقتی علفهای هرز کنار یک باغچه درختی بکنید اون درخت رشد میکنه. شر، بدی، معصیت هیچ موقع عامل رشد و توسعه در جامعه نبوده، در انسانی نبوده، در جامعه بشری نبوده. اون طهارت و پاکی است که عامل رشد و توسعه است. چه بسا این ازدواج هایی که اینطوری برگزار میشه ثمرش یک فرزند سالم، صالح، مصلحی که چهره جهان را متحول خواهد کرد و رهبری جهان انسانی و اسلامی رو چه رقم میزنه. این جشن ها و این ازدواج ها و این برنامه ها رو نباید نادیده بگیریم. متاسفانه تو قسمت دوم که بعد از رضای خدا
حفظ عفت و پاکدامنی است و این جشن عفت و پاکدامنی است. تو همین جشن عفت همون مسلمان و مسلمانزاده‌ای که نام خدا لازم داشت که دختر دیگری رو برای خودش حلال بکنه، چه برنامه‌های بیبند و باری و چه برنامه‌های منحرف و مبتذلی که همش ضد فلسفه ازدواج و ضد عفت و پاکدامنی است. هم خودشو، هم خانواده خودشو، هم خانواده عروسشو، هم خانواده های دو طرف، هم جامعه رو در یک شب به خاک و خون میکشونه، به ذلت و خواری می‌نشونه. شراب، دیبندوباری، لباسهای نیمه عریان زنها و حتی مردای سکران، خواننده های و ارکستر سکران، مواد مخدر، اسراف، چشم‌چرانی، بزن و بکوب تا نماز صبح. مؤذن میگه الله اکبر، اونا قطعش نمی کنن. تو که از اول کاری به خدا نداشتید، میرفتید دست یک دختر بیبندوباری میگرفتید، میرفتید دنبال کارت. عقد برای چته؟ خواستگاری برای چته؟ با هم به تفاهم رسیدید، تمام شد و رفت. عرف برای چته؟ احترام برای چته؟ تو که اهل این چیزا نیستید. ازدواج فلسفهش حفظ عفت و پاکدامنی است، جشنش هم باید جشن عفت باشه، وگرنه تناقض در دوگانگی است در یک شخص. خیلی از مسلمان ها میگن ما دین اسلام رو قبول نداریم، طرف زرتشتی میشه، طرف مسیحی میشه، طرف بیدین میشه، زندگیشو ازدواجش هم اونطوری میکنه، ولی تو اسم خدا رو میاری، میگه شیخ بیاد، فلانی بیاد، عالم بیاد، صیغه بخونن، عاقد دست داماد رو میگیره، میگه 10 بار صلوات بفرست، استغفار بکن. بعد میاد تو شب عروسی جامعه رو به خاک و خون میکشونید. تو خیلی از مناطق استان ما، روستاهای استان ما کشته داده شده تو همین جشن عفت و پاکدامنی که مردم میان اونجا، یه ولیمه ساده‌ای پذیرایی میشه، تبریک میگن، 4 تا اناشید و سرود و صلوات و درود میفرستن، یا هم پذیرایی خیلی ساده، بعد دعای خیری میکنن برای این دو جوان رو میرن. تو عروسی ها ما داریم کشته میدیم، تلفات میدیم. غیر از این که ناموس و شرم و حیا به یغما برده میشه، طرف سکران آورده خنجر، مکدبر. تو عروسی رفتن چه نیازی به مکدبر و خنجر و شمشیر هست که تو با خودت ببرید؟